به نام خدایی که جهان آفرید سخن گفتنم در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اعلی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شمایان یک قصه درباره کودک خردسالی که در سر جای نماز جان را به حق سپارید نقل نمایم. و اگر در آخر گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. پیش از آنکه که این قصه نوبتی را نقل میکنم، خواستم یک چند سخن برای اون برادرانی که ترک نماز کردند و من نماز نمیخوانند یک چند سخن گویم. برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند، از آن اینترنت بازی و از آن اسمس بازی هایی که هیچ معنی خوبی ندارن دور باشین. اون 5 وقت نمازی که الله تبارک و تعالی برای هر یک ما و شما فرض گردانید، اون را ادا کنین. زیرا خود هر یک شما خوب میدانین که رکن اسلام از 5 عبارت است. وقتی شما لا اله الا الله محمد رسول الله گفتین، دومین رکن این نماز است. یعنی وقتی شما نماز را ترک میکنین، اون به گردن شما قرض بسیار میشود و خلاص. یعنی برای هر یکی اون ترکی که کردید در روز محشر حساب و کتاب خود را دارد. و قصه نوبتی چونین است. وقتی پدر طهارت میکرد و به نماز تیاری میدید، پسرچه خردی اون پرسید: پدر جان، به کجا میروید؟ مرا هم برید. پدر گمان کرد که اگر مسجد گویم از پسم میرود، به همین خاطر خانه خدا میروم گفت. پسرک نام خدا را شنیده در دلش الهام پیدا گشت و گفت: من هم خانه خدا میروم، میخواهم خدا را ببینم. پدر چندان بهانه کرد، لیکن اون پسرچه خردسال اون به همراهی پدر لباسهایش را پوشید و تیاری دید. پدر او را از دستش گرفته به مسجد برد. وقتی به مسجد در آمدند، کودک از پدرش سوال کرده پرسید: همین است خانه خدا؟ پس خدا کجاست؟ پدرش گفت: ما خدا را نمی بینیم، بلکه او ما را می بیند. کودک بی‌طاقتی کرد و گفت: ای پدر، بیا پیش خدا رویم. پدر گفت: اول نماز خوانیم، بعد می رویم. مؤذن قامت گفت. پدر پسرش را به پیشش گذاشت. امام الله اکبر گفت. در دل کودک هم ترس و هم عشق جوش میزد. بعد شنیدن سبحان ربی الاعلی، کودک بی‌طاقت شد. از خانه که بانیت خدا را دیدم برآمده بود، بی‌طاقتیش در آن بود که کی خدا را می‌بیند. خداوند این دعای کودک بیگناه را قبول کرد، ناامیدش نکرد و به نزد خود فریاد کرد. کودک دیگر سرش را از سجده نبرداشت. نمازگزاران نماز را تمام کردند و بعد گفتند که ای فلانی، پسرت را خوابش برد. پدر نگاه کرد که پسر خردسال خواب نه، بلکه جان را به حق سپارده است. پدر از این حالت افسرده حال شد. اهل جماعت نمازگزاران جنازش را خواندند و پسرک را به خاک سپاردند. پدر غمگینانه به خانهش برگشت و با غم پسرچش خوابش برد. در خواب دید که پسرچش در زانوی راست محمد صلی الله علیه و سلم نشسته صحبت دارد. پدر آنچنان خرسند شد. ناگه در گوشش صدایی آمد که ای بنده خدا، برای جگر بندت محزون گشته بودی، ببین جای پسرت را و در قیامت فخر تو خواهد شد. برای تو مبارک باد که این فرزند از لقمه حلال به دنیا آمد و رضای پدر و مادرش در جنت می کشد. سبحان الله. پدران و مادران، برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند، فرض بندگی خود را از بهر مال و ثروت، از بهر آن زر و زیوری که هیچ قدری ندارد و جاودان نیست، ترک نکنین. زیرا الله تبارک و تعالی
در بسیار جای قرآن میگه که واقیم الصلاة و آتوا الزکات، میگه نماز را بخوانین و زکات را سپارین. خب به حرمت خداوند از فرض بندگی خود را دور نکنین و از اون وسواس شیطان، از اون راههای شیطان، از اون وسواس نفس دنیایی خود دور باشین. زیرا برگشت هر یک ما و شما به سوی الله تبارک و تعالی است. این دنیا بگذرنده است، یکی دارد مشکل و دیگری دارد خرسندی. زیرا الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را در همه حالت می سنجد که این بنده شکرگزار است یا اینکه ناخلف و نابکار. هر یک کاری که در زندگی می شود، هر یک غمی که می شود، فقط به اذن الله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پروردگار به همه کار قدرت دارد. لیکن الله تبارک و تعالی در قرآن می فرماید که نماز را بخوانین، عزت و احترام یکدیگر را در جایش گذارین، به این دنیای تو روزه دل مبندین. برای امروز جوانان بسیار بهانه‌ای هست، میگن دلم پاک باشد و به هیچ کس ضرر نرسانم بس، یا دیگر و دیگر هر خیل بهانه‌ای بسیار است. یکی میگه کارم بسیار، دیگر میگه فلان بیماری دارم. الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره بقره آیت 286 میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی الله تبارک و تعالی از اون قدرت تو زیاد هیچ چیز را طلب نمی کند. اگر تو از جایت خیسته نمی توانی، در جایت شش بخوان. هر یکی از شما باید کوشش کنین که نیت شما پاک باشد. از ضرر نرساندن به هیچ کس این فرض انسانی شماست، لیکن فرض بندگی هر یک ما و شما ادای 5 وقت نماز، ادای 5 رکن اسلامی که الله تبارک و تعالی برای هر یک ما و شما فرض گردانیده است. از امیرالمؤمنین عمر ابن خطاب رضی الله عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفت انما الاعمال بالنیات، ثواب عملها وابسته به نیت شماست و هر کس را موافق نیتش جزا داده می شود و هر کس را که هجرتش به سوی الله و رسول او باشد پس هجرت او به سوی الله و رسول اوست و هر کس را که هجرتش به سوی دنیا باشد تا آن را به دست آورد یا به سوی زنی باشد که او را به نکاح دارد پس هجرت او به سوی همان چیز است که به آن سوی هجرت کرده است. پس به حرمت خداوند برادران و خواهران اهل اسلام من، از اون کارهای دنیایی و از اون فتنه های شیطانی پرهیز کرده برای ادای نماز وقتی خود را دریغ مدارین. و نآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الهی الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را در پناه خود نگه داشته، از راه خطا، از کار خطا، از راه شیطان و از وسواس آن در پناه خود نگه دارد. برای عمل کردن به هر یک 5 رکن اسلام و هر یک ما و شما ایمان و توفیق بندگی نصیب روزی گرداند.